بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. وأنواع العبادة، قال شيخ الإسلام: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. در این دست گویم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی یک چند انواع عبادت ذکر میکند. ذکر کردن این انواع عبادت اون معنا را نمیدهد که عبادت همین قدر است. فهمیدید؟ این از بابی بیان و روشنی انداختن است، نه از بابی شمار کردن عبادت ها که همین قدر هستند. می‌فرماید که نوع‌های عبادتی که الله به ادای اونها برای خودش امر فرموده است، مانند اسلام و ایمان و احسان، از جمله دعا، خوف، امید، توکل، رغبت و رهبت. رغبت به معنای طمع داشتن، تو که طمع کردن، و رهبت اینم یک نوعی ترس است. خشوع، خاکساری، خشیه اینم یک نوعی ترس است. والانابه این یک نوع توبه است، از توبه به قوت‌تر این. والاستعانه یاردن پرسیدن، والاستعاذه پناه جستن، پناه طلبیدن، پناه بردن. والاستغاثه اینم یاردن پرسیدن در وقتی تنگ دسته، وقتی مشکلی، دشواری. و ذبح کردن، و نذر نیاز کردن و غیر از اینا از دیگر انواع عباداتی که الله اونها را امر فرموده است، همش از آن الله حق سبحانه و تعالی. و دلیل قوله تعالی، دلیل قول الله تعالی است که وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجدها هم از آن الله، مراد از مسجدها المواضع التي بنيت للصلاه و ذکر الله فيها، جایهایی که برای خاطر نماز خواندن و اینها را بنا کرده شده است و برای خاطر در اونجا ذکر الله را کردن بنا کرده شده است. همینها لله باید باشد. فلا تدعوا مع الله احدا، شما همراه الله یگان کس و یگان چیز را مخوانید. در اینجا لا تدعو به معنی لا تعبدوا است، عبادت نکنید غیر از الله یگان کسی دیگر را. فمن صرف منها شیئا لغیر الله، کسی از این چیزهای نمبر شده و غیر از اینها دیگر از انواع عبادت را برای غیر الله صرف کند، استفاده ببرد، و این مشرک میشد و کافر میشد. نعم. شارح میفرماید یقول انواع العباده، یعنی شیخ الاسلام میفرماید که انواع العباده التي امر الله بها كثيره، نوعهای عبادتی که الله به اونها امر فرموده است و خیلی هم بسیار است. کما سبق العباده هي الاوامر والنواهی، خیلی که گذشت مراد از عبادت این امر و نهی الهی. كل ما امر الله به، تمام آن چیزی که الله امر فرموده است، امر ایجاب او امر استحباب، یا امری واجب فرموده است یا که امر مستحب. زیرا که با امر میشود که واجب است، مانند نماز، روزه، حج، زکات، یا که بعضی امر مستحب است. بعضی کارهای بسیاریم زینه و رتبه و اینها از واجب پایان تر. فهذا عباده، این چیز عبادت است. و كل ما نهى الله عنه تحریما او تنزیها عباده، و تمام آن چیزی که الله منع کردگی است،
خواه از روی حرام بودنش یا که تنزیه هم یا که برای خاطر آبرو تنج و تازه ماندنش الله منع کرد نکنید. اگر کنند اسلام نمیبرد مبادا کرد یعنی، ولی الله منع کرد دیگه از بعضی چیزا. اینا همشون عبادت هسته وقتی که ما از اینا کنار شویم از منع کرده های الله، خواه منع حرام باشد و خواه منع تنزیهی باشد. و کل ما امر الله به امر ایجاب، خدا شیخ میفرماید تمام اون چیزی که الله امر فرموده است خواه امر ایجاب باشد، مانند اقیم الصلاة گفت نماز بخوان، امر چی است؟ امر واجب است. الامر ایجاب یعنی امر واجب است. تفعلوا عبادتا، تو اینه بجا میبری همچون عبادت یجب صرفه لله، واجب است اینه برای الله صرف کردن. فاذا صلى لغیر الله اشرک، و ممکن تفعلوا هم نباشد تفعلوا مشنش هم ممکن. فاذا صلى لغیر الله اشرک، اگر برای غیر الله گزارد اون نماز مشرک میشود، یعنی شرک می آورد. و امر استحباب، و امر با استحباب مستحب می شود، مانند قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم که امر بالسواک، امر می فرماید پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسواک کردن واجب نیست لیکن سنت است، مستحب است. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر بالای امتم مشقت نمی آوردم ایشان را به مسواک کردن امر می فرمودم. اخرجه البخاری من حدیث ابی هریره رضی الله عنه. ابو هریره نامی اصلش عبدالرحمن بن صخر الدوسی. نعم. فالسواک عباده، مسواک عبادت بوده است. یفعله الانسان، انسان او را به جا میبرد و یتسوک، مسواک میکند تعبدا لله عز وجل، برای خاطر عبادت الله عز وجل. لکنه مستحب، ولی این مستحب است. تفعله عباده، اگر خطاب باشد او را همچون عبادت تو او را به جا میبری. و النهی نوعان، نهی دو خیل می شود. نهی تحریم یعنی قطعیا حرام است. الله تعالی می فرماید که ولا تقربوا الزنا، یعنی به زنا نزدیک مشوید. فانت تبتعد عن الزنا، تو از زنا دور می شوی. خوفا من الله، از الله ترسیده. و تعظیما له، برای خاطر عزتی الله را یعنی به جا آوردن، برای الله را بزرگ دانستن تو از این منع کردنش دور می شوی. و طمعا فی ثوابه، و برای در ثواب الله طمع کرده از این کاری منع کرده دور می شوی. و تکون عابدا لله فی کفک نفسک عن الزنا، تو عابد می شوی برای الله. تو چی می شوی؟ عابد می شوی برای الله به خاطر خودت را از زنا نگه داشتن. فی کفک، در اون که خود را از زنا نگه می‌داری. و كذلك النهی هی نهی تنزیه، با نهی هست که او را نهی تنزیه میگویند. یعنی نهی تنزیه حرام نیست و از حرام پایان تره. یعنی احیانا برای حاجت او را به جا آوردن میشه. که نهی عن الحدیث بعد العشاء، مانند بعد از نماز خفتن گپ زدن من شدگی است. بعد از نماز خفتن باید گپی بی معنی نشه، هیچ گپ نشود. اذا تركت الحديث بعد صلاة العشاء ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنت تعبد الله لذلك. وقتی که تو ترک سخن بکنی بعد از نماز خفتن امر پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کرده، تو در اون حین الله را عبادت کردگی میشوی. لذلك برای خاطری همین شده. هذه انواع العباده، اینها می باشند نوعهای عبادت. الاوامر و النواهی، امر و نهی ها، سواء امر ایجاب او امر استحباب، فرمودن خو امری واجب باشد یا که امری مستحب. و نهی تحریم او نهی تنزیه، یا که نهی باشد خو نهی تحریم باشد یا که نهی تنزیه. و تفعل الاوامر و تترك النواهی طاعة لله، امرها را به جا بیاری و از من کرده ها کنار میشوی، یا من کرده ها را، من شده ها را چی ترک میکنی برای خاطر الله را اطاعت کردن. ما گفتم که دائم که طاعت الله در زیر او دو بند داخل میشود. یکی امر کرده های الله را به جا آوردن، دیگره
از من کرده هاش دور شدن. خواه امر کرده های الله امری واجب باشد و خواه امری مستحب باشد، من کرده هاش خواه حرام باشد و خواه تنزیه باشد. و انواع العباده التي امر الله بها، نوعهای عبادتی که الله به انجام دادنی و ها امر فرموده است، مانند الاسلام، اسلام است یکی از اونها. معنای اسلام چیست؟ و هو الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك و اهله. این است معنای اسلام. معنای اسلام برای الله تسلیم شدن است در توحید، در توحید الوهیت، یعنی که تسلیم شدن است. در توحید ربوبیت همه تسلیم است. والانقياد له بالطاعه، الله را در طاعت سرخم کردن است. من سرخم کردم در پیش الله، گفته الله را اطاعت نکردن، نه خلاص، یعنی که خلاص نمیشه. والبراءه من الشرك و اهله، و از شرک و از اهل شرک، از مشرک ها دور شدن، پاک شدن. هذا هو الاسلام، اسلام همین است. و مثل الایمان، و مانند ایمان، این با بسام اختصار کرده گوشتی شیخ، مانند ایمان، و هو تصدیق القلب و اقرار و هو تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل والعمل بالجوارح. مراد از چیم؟ مراد از ایمان چیست؟ به قلب تصدیق کردن و به زبان اقرار شدن است و به عضوها عمل کردن است. کل هذه الاعمال داخلة في مسمى الایمان، تمام این عملها داخل هستند در نام ایمان. همین عملها رو کردگی انسان در عمل داخل میشه، در ایمان. والاحسان هو ان تعبد الله على المراقبه، و از آن عبارت است که الله را نظارت کرده، یعنی که دیده و دانسته عبادت میکنی. که انک تراه، چنانه که او را میبینی. فإن لم تكن تراه، گرچه که او را نبینی، فإنه يراك، البته او تو را میبینه. هذه من العبادات، اینها از عبادت ها، از زمره عبادت ها. و منه، یعنی من انواع العبادات التي امر الله بها، یعنی از جمله نوعهای عباداتی که الله با انجام اونها امر فرموده است، الدعاء، دعاست. که قولی که یا ارحم الراحمین، مثال این که میفرمایی که تو ای مهربان ترین مهربان ها. والخوف، و خوف است، خوف السر، خوف السر عبادت است. یعنی که کدوم خوف تقسیم میشه، که اینجا اختصار کرده است. خوف السر در اینجا در نظر دارد که یعنی که خوف السر است عبادت. خوف السر آن خوف میگن که انسان میداند که واقعا از او ترسیده میشود که وای از وی یگون ضرر و فایده هست، یعنی ضرر دیدنش ممکن و فایده دیدنش ممکن. این فقط از کی نگران شدن ممکن است؟ از الله. الله میتونه به تو ضرر رسونن، میتونه به تو فایده رسونن. یک سنگ ترسیدن که یک کج بوده، یک درخت یک کج برآمده، یک شاخه‌اش این خشیدن، یک گوسفند ترسیدن که در یک فرش نام الله نوشته برون در پردیش اند نام محمد صلی الله علیه و یعنی ممکن نیست اینو ترسیدن. خوف سر فقط این عبادت بوده، عبادت برای الله میشود، بنده را عبادت نمیکنه. و اما الخوف طبیعی، اما خوف طبیعی چیست؟ کل خوف من سبع، و مانندی از درنده ترسیدن. سبع گفته درنده رو میگن. او الخوف من العدو، از دشمن ترسیدن. از دشمن باید ترسید. او غیره، و میکشت داخل نوبوت دارن دشمن های یا که غیره. هذا خوف طبیعی، خوفی طبیعی است که طبیعتی انسان همین تقاضا میکنه که باید احتیاط کنه. لیس خوف عباده، این خوف عبادت نیست. و كذلك الرجاء، همچنین امید بستن. والمراد به العباده، مراد از کدام امید در نظر داره؟ یعنی امید عبادت. کان یرجو المیت ان یدخله الجنه و ينجيه من النار بسره، هذا رجاء العباده. دیدید؟ با مانند مثال گیریم از یک مرده امید میکند که همون مرده وی به جنت درآید، نگاه و از دوزخ همون مرده او را نجاتش دهد. بسره، یعنی به همون سر اسرار خودش. همسه اینه میگه که یعنی سر رایده دمیجن میگوید که این برای چی میگه این عبادت میکنه؟ که این من جنت میداره، این یک سر دارد. هذا رجاء العباده، این رجای عبادت است.
صرفه لغیر الله شرک. باید دوامش همین گپ نمیشه دیگه، جمله ناتمام بود دیگه. صرفه لغیر الله شرک، چون این نوع برای غیر الله صرف کردن شرک است. من چخیلی که گفت که یک مرده صرف این یعنی که برای غیر الله شرک است. اما رجاء العادی، اما امید عادتی، مثلا ارجو که انت ساعدنی، عکس میگه که من امیدوار هستم که تو من یاردم میدی. فهمیدید؟ امروز پیش آورده برای که بعد همون نویسندش عید داره چیزه تمام شده اینجا. یک کس میدونه که یاردم دستش میبینه میگه که برادر من امیدوار هستم که من یاردم میدی. واقعا دستش یاردم دادم میومده باشه. این در امیدی عادتی داخل میشه، عبادت داخل نمیشه. و توکل، معنی توکل چیست؟ ولی اعتماد علی الله. بله این دوام داشته. مثلا میگوید که من امیدوار هستم که من یاردم میدهی و توکل و تکیه به الله دارم، یا مسبب الاسباب میگوید. ای یعنی که قرار دهنده سبب ها، یعنی الله تعالی برای هر یک کار به جا آوردن با سبب قرار داد دیگه است. یک کسی میگه که اوای طرفی وای بردار میگه یاردم تو میتیاد، امیدوار است که یاردم تو میتیاد اوای برای یک طرفی میسوی چپته میبردارد. شما با الله توکل میکنید، میگه سبب قرار دهنده یعنی که تو سبب قرار دادی. نه خب. و رغبت الى الله، یعنی رغبت به الله کردن، و الى ما عنده من الثواب، و رغبت به اون چیزی که در نزد الله هست از ثواب، یعنی طمع به الله کردن، دیدار الله رو میبینن یا که ثواب الله به محتاجم گفتن. و رغبت به خوف میگه، از الله ترسیدن و من عذابه، از عذابش ترسیدن. و الخشوع، خاکساری کردن، کونه یخشى الله و یخضع له و یذل له، یعنی از الله میترسد و یخضع له، برای الله خاکسار خود را یعنی قرار میدهد، و یذل له، برای الله خودش خار میکند، پس میزند در پیش الله. و الخشیه ای خوف مع علم، خشیه اینم ترس است فقط با همراه علم. ادق من الخوف، این یعنی خوف دیده با نازکتر است. نازکتر یعنی یک خصوصیت هست در درون خشیه که وای خصوصیت در خوف نیست. خوف یعنی که مثال بگیریم هم تو میترسد لیکن علم نداره، اما خشیه این ترسی علم داره. میگه برای الله میفرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء. ببینید یخشى یعنی از الله میترسد کسانی که علم دارند. والانابه والرجوع الى الله، انابت یعنی مراجعت کردن، رجوع برگشتن به سوی الله. و ترک المعاصی، و ترک معصیت کردن. کسی که به سوی الله مراجعت داره باید که ترک معصیت کنه، زیرا که معنای انابت این در دنیاش توبه هم هست. توبه چیست؟ توبه یعنی از گناه دست کشیدن و به سوی الله مراجعت کردن، این انابت میشه. والاستعانة كقولك تستعين بالله، كونك تستعين بالله تعالى في أمورك كلها، يعني يردم پرسیدن كونك تستعين بالله في أمورك كلها، يعني تو یاردم میپرسی به الله در تمام کارهایت. والاستعاذة بأن تستعيد من شر الأعداء، استعاذه آن است که از شر دشمنها و من شر الشیاطین و از شر شیطانها پناه میبری به الله. والاستغاثة چیست؟ استغاثه الدعاء من المكروه، یعنی دعا کردن، فریاد کردن از یک چیزی ناخوش. يسمى استغاثة و ایرا استغاثه مینامد. کالغریق الذی یدعو، مانند یک کسی که غرق شده ایستاده در آب و فریاد میزند. هذا يسمى استغاثه، این استغاثه نامیده میشه. و اما اذا لم يكن فيه کرب يسمى دعاء،
اگر در او یکون مشقتی نباشد همچنین میگوید که فریاد. ولی استغاثه تو اخص، یعنی استغاثه این باید خصوصیت دارد و مراد از اون خصوصیت چی بوده؟ یعنی خصوصیت دارد که از دعا فرقش همین بوده است که و هو دعا مع مکروه، یعنی که یک دعا یک فریادی غمدار، یک فریادی مشکلی دار، یک فریادی سختی دار. اما اون دعای عادی برادر اینجا بیا میگه یاردم تیمی هم دعا میشه، فریاد میشه. اما برادر التماس بیا گفت یک توک زده است او را، یا که در آب غرق شده است یا که سوخته است. اینم در از غیر الله پرسیدن به شرطش می شود که اگر غیر الله در انجام دادن آن قادر باشد، یا برای خاطر یاردم دادن کس و باید که حیون حاضرون قادرون سبب باید باشد، زنده باشد، حاضر باشد و دستش میامدگی باشد، سبب باشد. و ذبح من الابل والبقر والغنم تقربا الى الله هذا عباده، یعنی اشتر کشتن و گاو کشتن و گوسفند کشتن اینا همش برای خاطر بنیتی به الله نزدیک شدن عبادت. و نظر که ان ينظر طاعتا، نظر باشد به مانند یک اطاعت میکنن، گفته نظر میبیند. ينظر الصلاه، مثلا نیت میکند، یعنی عهده‌دار میگیره خودش نماز را یا که روزه گرفتن را، فیجب علیه الوفاء، واجب است به او وفا کردن. و اذا کان معصیه، اگر نیتی معصیت کرده باشد فلا یجوز له، برایش اجازه نیست. و غیر ذلك من الانواع، و غیر از اینا دیگه به انواع عبادت، العبادة التي امر الله بها، عبادتایی که الله و یار امر فرموده است، کلها تصرفها لله، همشون برای الله صرف میکنی. فاذا صرف الدعاء او الذبح او النذر او الاستعانة او الاستغاثة لغير الله وقع في الشرك. فاذا صرف بدست جای من فعل هم مخاطب و هم غایب هم جا رو بیرون کرده پرستن نمیشن. الله علمی هم شیخ برآمد کرده کدوم دونا نویسه به طور. خب فاذا صرف الدعاء، اگر صرف کند دعا را یا که ذبح را یا که نذر را یا که یاردم پرسیدن را یا که یاردم پرسیدن در وقت سختی را برای غیر الله کند، وقع فی الشرک، در شرک می افتد. و دلیل قول الله تعالی، دلیل قول الله تعالی است که و ان المساجد لله، مسجدها هم از آن الله اند، فلا تدعوا مع الله احدا، شما همراه الله یگان کس را نخوانید، یعنی عبادت نکنید. لا تدعوا مع الله احد، احدا میشه، خطا آمده است، احدا باید الف شد بعد از دام. امرای الله یگان کس فران. فکلمت لا نهی، کلمه نه لا در اینجا نهیه، انکاره. و کلمت احدا نکره آمده است. والقاعده عند اهل الاصول، قاعده است در نزد علمای اصول چه؟ ان النکره اذا سبقها نفی او نهی او استفهام تعم، یعنی بیند که نکیره مشکل که احد مانندی وقتی که اول پیش نفی آمده باشد یا که نهی آمده یا که استفهام آمده باشد این عمومی می شود، ای تکون عام، این عام هستند. و هناك احدا نکرتون سبقهن، واقعا در اینجا احدا نکیره است، از پیش نهی آمده است. فلا تدعوا مع الله احدا، ای یعنی کلمه احدا شاملتون کل ما سوى الله، این دربر میگیرد تمام چیزی را که غیر از الله است. ولهذا قال المؤلف، برای خاطر من مؤلف چی گفت؟ فمن صرف شيئا من جميع انواع العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. چی فرمون گفت کسی صرف کند یگان چیزی را از جمیع انواع عبادات برای غیر الله و این مشرک است و کافر است فرمود. نكتفي توهم جر كفاية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.